برای یک زن مسلمان چه کسانی محرمند؟ پدر، برادر، پسر، کاکا یعنی عمو، ماما یعنی دایی، پدر شوهر، برادر زاده، خواهر زاده، پسر شوهر از خانمی دیگر و مامای رضایی داماد. اینها محرمند. و چه کسانی نامحرمند؟ بچه خاله، بچه ماما، بچه کاکا، بچه عمه، شوهر خواهر یعنی 11، شوهر عمه، شوهر خاله، برادر شوهر، کاکای شوهر، مامای شوهر، بچه کاکای شوهر، بچه مامای شوهر، بچه خاله شوهر، بچه عمه شوهر. اینا نامحرمند. متوجه باشید، هرگز نگویید دل ما پاک است. این جمله در برخی از موارد انسان را معاذ الله تا مرض کفر میکشاند، زیرا که با این بهانه حلال جلوه دادن است، یعنی حکم خدا را سبک شمردن است. دل ما پاک است. اسلام مذاق را بالا نمی کند. دل ما پاک است. کسانی که محرمند آنها وارد خانه شده می توانند و کسانی که نامحرمند بر میمخانه باید وارد شوند.